های عجیب و غیر قابل باور آریانا سعید به خاطر وفات نغمه. دلیل مرگ نغمه چی بوده است؟ نشر تصاویر نغمه در صفحات مجازی، اما به چی دلیل؟ آیا با واقعیت نغمه وفات کرده است و یا هم خیر؟ نغمه هنرمند مشهور کشور در کدام کشور بوده است؟ و گفتنی های تازه دوستداران و طرفداران نغمه در این باره. من در این ویدیو پیرامون همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه ستاره بی‌بدیل، ماندگار و ناآشنا در میان مردم افغانستان است. تاکنون کارهای هنری نغمه موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. وی در کشور امریکا زندگی می کند، اما سفرهای متعددی به افغانستان، پاکستان و دبی داشته است. نغمه کارهای هنر موسیقیش را 50 سال قبل به طور رسمی آغاز کرد. وی با ازدواج اولش با منگل همچنان آهنگ می سرود. آهنگهایش حمایت خوب می شود. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی نشر می شود که این هنرمند وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، اما نشر تصاویرش در صفحات مجازی موج انتقادات را به همراه داشته است. این همه در حالی است که نغمه مدت 1 سال است کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است و آهنگ نمی سراید، ولی ما در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از بانو نغمه خواهیم بود. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر شما هم دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نظرات و پیشنهاداتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را بالله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.